درود عرض میکنم خدمت همه دوستان علاقه‌مند به برنامه نویسی. بنده فراد گنجی هستم از کانال نتکلی در یوتیوب. مبحثی که در این جلسه قراره به اون بپردازی بحث SQL دیتابیس فایل هست دوستان. خب برای این کار من اول از همه اومدم توی پنجره سرور اکسپلورر، کنترل آلت اس که بزنه یا از منوی ویو میتونین شما پنجره سرور اکسپلورر رو باز کنید. بعد روی Add New Connection کلیک کنید، روی قسمت Change کلیک میکنید و گزینه مایکروسافت اسکیل دیتابیس فایل رو انتخاب میکنید و اوکی میزنید. و بعد از اون از گزینه براوز لوکیشن خودتونی که بخواید دیتابیس اونجا قرار داشته باشه رو انتخاب میکنید و اوپن رو کلیک میکنید. بعد به شما پیغام میده که همچین دیتابیسی ایجاد نشده، مایلید اون رو ایجاد کنید یا نه. بعد از اوکی کلیک کردن دیتابیس شما ایجاد میشه. خب مهمترین چیز بعد از اینکه شما یوزینگ انگار SQL کلاینت تا از سیستم دیتا اضافه کنید توی قسمت بالای فرمتون، میتونید یک متغیر از نوع SQL کانکشن ایجاد کنید و بعد از اون تنها کاری که میمونه باید شما کانکشن استرینگ رو ست کنید و کانکشن رو اوپن کنید. خب برای اینکه کانکشن استرینگ رو بتونید خیلی راحت ایجاد کنید، کافیه که روی اون کلیک راست کنید، گزینه پراپرتیز رو انتخاب کنید، پنجره پراپرتیز باز میشه و از اون گزینه کانکشن استرینگ رو میتونید کپی کنید و بیارید ازش استفاده کنید. خب برای این کار من اجازه بدید که بیایم یک کاری انجام بدیم. کلا بیایم یه فرم لاگین هست، قراره که یک فرم لاگین ایجاد کنیم. پس برای این کار من میام خود دیتابیس رو باز میکنم، از قسمت تیبل ها کلیک راست و اد نیو تیبل رو انتخاب میکنم. خب بعد از اون پنجره باز میشه که میتونید شما فیلدهایی که مد نظرتون هست رو اونجا ایجاد کنید. این تیبل رو بخوام خیلی باشه، مثلا درش میاد یوزر نیم و پسورد و بذاریم چه یه براش نیم بزنیم، لینک بزنیم، یک اف نیم بزنیم و یک ال نیم به فرست نیم و لاست نیم، یک یوزر نیم براش بزنیم و یک پسورد. بعد بزنیم یک سری دسترسی رو در آینده براش کار کنیم. یه اینجا یک دونه به قول معروف یه فیلد دیگه درزن میگیریم. فیلد مثلا اول از فیلد اکتیو بزنیم، لینکی که خواهیم یوزر نیم فعال بشه نباشد و بعد از اون دسترسی رو بزنیم. یه دسترسی پرمیشن آندرلاین سیو بزنیم. مثلا یه کپی بگیرم و همینجوری دوباره پیست می‌کنم. این دیلیت باشه. اینجوری به سیو بزنیم. من برنامه کود کنم که تایم فیلم جاش. خب بعد از اینکه تیبلمون رو ما درست کردیم و ایجاد کردیم، حالا میایم یک فرم لاگین ایجاد می‌کنیم. پس من اول از همه تو قسمت سولوشن میام اینجا و روش کلیک راست می‌کنم و روی خود پروژه کلیک راست میکنم و از گزینه اد نیو آیتم رو میزنم و یه فرم جدید میام انتخاب میکنم. میام اینجا یه دونه فرم ویندوز میزنم و اسمشو میزنم FRM لاگین تا پنجره فرم لاگین رو من بیام براش درست کنم که بتونیم بعد از این تیبل استفاده کنیم. خب دوستان این هم از فرم لاگین ما که تا اینجای کار ایجادش کردیم. دو تا تکست باکس گذاشتیم و خاصیت تکست باکس پسوردمون خاصیت یوز سیستم پسورد چر شما ترو کردیم که حالت پسورد داشته باشه. دو تا باتن براش قرار دادیم و به همراه یه چک باکس. یه دونه اینجا LBL هم اینجا لیبل هم براش گذاشتیم که بعد از اینکه کار رو شروع کنیم می‌خوایم همینجا مثل حالت فرمای وب بتونه یه یوزر ایجاد کنه به قول معروف. خب بعد حالا برای این کار، برای اینکه بخوایم چیز کنیم، برای اینکه بخوایم این بعد از اینکه کاربر روی لاگین کلیک کرد و اطلاعات تیبلمون رو دیتابیسمون رو بخونه و بخواد چک کنه که از روی دیتابیس این کار انجام بشه، پس ما برای این کار اول از همه میایم یک کلاس ایجاد میکنیم تا بتونیم یه سری از دیتاهامون رو داخل کلاس بذاریم که مجبور نباشیم توی هر فرم ایجاد کنیم. دوستانی که
آموزش مربوط به کلاس ها و فانکشن ها ندیدن، حتما میتونم مراجعه کنم به کانال نتکلی و توی اونجا اون آموزش رو ببینم. خب برای این کار من میام یه دونه اول از همه یه فولدر اینجا اد میکنم. خب اسم فولدر هم میذارم هلپر و یک کلاس میام به فرمم اضافه میکنم. اسم کلاس هم میذارم بذاریم برای چیز بذاریم SQL DB باشه. خب اینجا کلاس هم خب اول از همه میام پابلیکش میکنم و چون میخوام فقط متغیرهام توی چیز باشه، متغیرهام توی این باشه، پس بیام استاتیکش میکنم که دیگه به قول معروف راحت باشم. خب بعد چون که میخوام از دیتابیس هم استفاده کنم از SQL، پس میام یوزینگ سیستم دیتا و SQL رو بهش اد میکنم، اضافه میکنم که بتونم اینجا راحت این متغیرها رو تعریف کنم. یه SQL کانکشن خب ما میخوایم قطعا که اسمش هم میذاریم همین SQL کانکشن باشه مساوی با نیو SQL کانکشن و اینجا خب باید اینو پابلیکش کنیم و استاتیکش کنیم. پابلیک استاتیک میذاریم و یه پابلیک استاتیک چی لازم داریم؟ یه SQL کامند لازم داریم که این SQL کامند هم تعریف میکنیم و نیو میکنیم و ارزم به حضورتون که یه فعلا فکر کنم همین دوتا لازم بشه. حالا بس جلوتر رفتیم چیز دیگه خواستیم لازم چیز میکنیم تعریف میکنیم. خب یه دونه چیز میسازیم، یه دونه برای اوپن کانکشن همون میایم یه دونه فانکشن میایم تعریف کنیم، بعد اسمشو میذاریم public static void open connection که هر بار که این voidمون رو ما بیایم صدا بزنیم این هم کانکشن خودش میاد چک میکنه که ببینه آیا کانکشنمون باز هست یا نه. اگه که باز بود که میاد اونو، اگه بسته بود میاد اونو میبنده و اگه باز بود اون میاد. خب پس ما به خاطر که تایم ویدیو طولانی نشه باز اینا رو تعریف میکنم و بعد ادامه. خب دوستان حالا ادامه میدیم. ببین تا اینجای کار ما اومدیم پس یک void open connection نوشتیم که بریم با هم چکش کنیم. توی فرم لاگین هم اومدیم این void رو صدا زدیم. پس من الان برنامه رو اجرا میکنم و خب بعد حالا الان ما اگه روی باتن لاگینمون کلیک کنیم وارد این قسمت میشه و بعد از اینکه وارد این void میشه اینجا چون که وضعیت استیت کانکشن ما اوپن نیست پس میاد وارد این قسمت میشه. بعد از اینکه کانکشن استرینگ ست میشه کانکشن اوپن میشه به این صورت. خب دوستان این بحث قسمت اوپن رو برای هم جلسه کفایت میکنه. برای جلسه بعد میایم خوندن اطلاعات و چک کردن و این پروژه رو ادامه میدیم. سابسکرایب کانال ما فراموش نکنید. تشکر میکنم بابت حمایتاتون. تا جلسه آینده